سر و سیما با کجا می روید؟ اورهان یک گروه آدم می آیند. گذار به این طرف گذار. از اینجا بیرون نبراید. اورهان من با پلیس زنگ میزنم. بیو. اورهان با بیرون برو. ما 4 نفریم. تو کدام یک نفری ما رو میکشی؟ با جان خودت رحم نکنی، پس با جان اهل عائلت رحم کن. تمام. تسلیم میشم. تمام. با عائله‌ام دست نرسونید. مرا برید. یوز خوب هستی؟ در وقتش اومده. مرا قریب میکشتند. براستی من با دستان خود را کشتن میخواستم. ایستا به تو گفتنی ها دارم. اطراف را نظارت کن. خوب شده است قماندان. تو بعضی کارهای سمی را نمیدانی. وای آن طوری که آدمی نماید چنین نیست. حل میکنه، مشکل نیست. او در پشتش آدم دارد. آدمی با قوت است. در همه جای آدمان نشستند. دولت؟ از دولت هم با قوت. عالی. اکنون به من باز هم شبخاورتر شد. اکنون نام او را به من بگو. او کیست؟ حاضر نمیگویم. تو نخست امنیت عائله‌ام را تامین کن. مایلش. کیست او؟ قماندان پلیس ها می آیند. خودت را به پروکرور دریا بسپار. هر چیزی میدانی به او بگو. با قماندش به عهده من. فهمه. باز ما میخوریم. یوز آن آدم ها بسیار با قوتند. تو فکری مرا نکن. بهترش فکری خودت را کن. قماندان چی شد؟ از ساعت آتش سیگنال آمد. از اون سیگنالی فوری می آید. چطور؟ او در کجا بود است؟ در خارجه. ما حدودش رو معاین کردیم. شاید آتش زنده مانده باشد. انشالله فوراً دست را جمع کنید. خوب شده است. باز جنگه میگوید؟ آنها را ما باید در 5 دقیقه میکفتیم. ما هم همین خیل کردیم اکا. این طور باشد در 1 لحظه کفتن لازم بود. مجاهد ما عهد بسته بودیم. لطفاً. باز همین خیل اوباشا هستن که با تو گل و شکلات روان میکنن. نه آخرین مراتبه خودی تو روان کرده بودی. نه من بعد رو گفتن رو در نظر ندارم. مرا نادرست نفهم. من پاسخ میدهم. تو چی میخندی؟ او مرا نگفت. دویم دهانت رو گیز میکنی. گفتیم که یکمی از کار خودمان رو دور گیریم. واقعا هم از کار دور شدیم ها؟ نپرس. گوش میکنم. خانم ملیسا تو باز چی میخوای؟ ها؟ این غضب به خاطر چیست؟ من همگی دانستن میخواستم که گلهای مرا به تو رساندند. گوش کن. تو جهید هستی یا مایید؟ اگر یک بار دیگر به من گل روان کنی و یا کوشش فرستادن کنی قسم میخورم که حالت بد میشود. تو چطور رقم تلفنی